سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. من حامد مرادی هستم، مدرس و مترجم زبانهای فارسی، روسی و انگلیسی. شماره تماس من میتونید از طریق تلگرام، واتساپ و بله با من در تماس باشید. سطح این کلاس هم C1 هست و مراحل جلسه رو خدمتتون بگم. به این صورت خواهد بود که ما اول معانی بعضی از لغات رو که توی متن هستن رو قبل از شروع تجزیه تحلیل متن، لغات برجسته رو، لغاتی که در واقع احتمال این میره که شما اونا رو ندونید رو بررسی میکنیم. بعدش در مرحله 2 تجزیه تحلیل اصلی متن رو شروع میکنیم، معانی کلمات، پادیش ها، ساختارهای گرامری که در جملات استفاده شدن و غیره. و در پایان هم روخانی از متن. اما اقدامات و نکات قبل از شروع تماشا: اول اینکه لطف کنید کانال رو دنبال کنید و زنگوله رو حتما فعال کنید که از انتشار دروس جدید خبردار بشید. و اگر هم این محتوا رو دوست دارید، پسندتون هست، لطفا با لایک و کامنت ازش حمایت کنید. و مورد خیلی خیلی مهم این مورد، کلاس رو تا پایان تماشا بکنید. گوشی خودتون رو توی حالت بی صدا بذارید و سعی بکنید که در واقع تمرکز کنید روی این کلاس و تا پایان تماشا بکنید. خلاصه این خیلی مهمه، تا پایان تماشا کردن این کلاس. و کلا هر کلاسی، هر کاری نصف نیمه رها نکنید. خب در متن هم اعداد 2 تا 6 بالای بعضی از کلمات نوشته شده که گویای در واقع پادیژی هست که اون کلمات در اون صرف شدن. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا توی متن شما بالای یک کلمه عدد 2 رو میبینید، این یعنی اینکه اون کلمه در پادیژ رادیتلنی صرف شده. به این صورت شما الان اینجا کلمه ایسکوستوا میبینید که عدد 2 گوشه بالا سمت راستش قرار گرفته. این یعنی اینکه این کلمه توی پادیژ رادیتلنی صرف شده. پادیژ 2 پادیژ رادیتلنی، پادیژ 3 پادیژ داتلنی، سوال کامو و چیمو هست پادیژ داتلنی. پادیژ 2 سوال چیوو و کاوو هست. پادیژ 5 پادیژ تواریتلنی، سوال چیم و کیم. و پادیژ پریدلوژنی یعنی پادیژ شماره 6 که سوال آچوم، آکوم، فچوم، فکوم، پادیژ در واقع حرف اضافه است. خب کلمه اول فعل هستش، فارمیراوات. فارمیراوات و سفارمیراوات. همیشه اولی انسوه هست، دومی اسوه. خب که به معنی فرم دادن، شکل دادن هستش. پادیژ 4 پادیژ اولی هست که میشه گفت در واقع پادیژی که ازش پیروی میکنه این فعل پادیژ 4 هست. همه فعل ها رو میشه با پادیژ های مختلف استفاده کرد، اما در جایگاه اول برای این فعل پادیژ وینیتلنی در نظر گرفته میشه. سفارمیراوات، شتو، کاوو. چه چیزی رو شکل دادن، چه کسی رو شکل دادن. خب فعل کلمه دوم هم باز فعل هست، رانیت ای پارانیت که به معنی زخمی کردن هستش. و سومی اوسیلیوات. اوسیلیوات. خب من حالت اسوه این فعل هم نوشتم. اوسیلیوات حالت انسوه هست و اسوهش میشه اوسیلیت به معنی تقویت کردن. این فعل هم که گفتم زخمی کردن و زخم هم میشه رانا. یعنی در واقع این رو اگه آ بذاریم میشه کلمه زخم. خب کلمه بعدی که یک ترمین هست که 2 تا حالت تلفظ داره، یعنی
به دو شکل مختلف تلفظش میکنن. بعضیا تکیه رو میذارن روی آی اول و بعضی هم میذارن روی آی دوم. 80% من بررسی کردم که روی آی اول میذارن و میشه کاتارسیس. کاتارسیس. اگر بذاریم روی آی دوم میشه کاتارسیس. کاتارسیس که من روی آی اول رو در واقع پیشنهاد میکنم، چون 80-90% این رو استفاده میکنن. یک ترمین در واقع روانشناسی هست، کاتارسیس، که به فارسی هم کاتارسیس میشه و الان ما تعریفش رو با هم دیگه بررسی میکنیم. خب چریزمیرنی یک صفت پریلاگاتلنه، یعنی یک صفت که به معنی بیش از حد هستش. خب و تریوژنست. تریوژنست یعنی استراب، دلشوره و آشوب. ببینید این متنی که ما الان میخوایم بررسی بکنیم عنوانش تأثیر هنر بر وضعیت روانی عاطفی انسان هست. خب که توی این متن یک ترمینی استفاده شده به اسم کاتارسیس که به روسی همونطور که گفتم میشه کاتارسیس. تعریفش رو من براتون میخونم. کاتارسیس یعنی فرایندی که در آن فرد احساسات خود را آزاد میکند، تعارضهای درونیش را حل میکند و از نظر اخلاقی متعالی میشود. این فرایند یا از طریق ابزار وجود رخ میدهد، مثلا از طریق هنر، یا وقتی فردی با اثر هنری هم احساسی می کند و آن را درک می نماید. خب همون تعریف اون ترمین رو به روسی براتون می خونم. распределение یعنی در واقع تعریف. Процесс высвобождения эмоций, разрешения внутренних конфликтов и нравственного возвышения, возникающие и в ходе самовыражения, в том числе через искусство, или сопереживание при восприятии произведений искусства. این در واقع همونی هست که ما اون بالا خوندیم. کاتارسیس یعنی فرایندی که در آن فرد احساسات خود را آزاد می کند، تعارضهای درونیش را حل می کند و از نظر اخلاقی متعالی می شود، این متعادل می شود. خب این فرایند یا از طریق ابزار رخ می دهد، مثلا از طریق هنر، یا وقتی که فرد با اثر هنری هم احساسی می کند. هم احساسی به روسی همون ساپریژیوانیه میشه و آن را درک می نماید. ما در مجموع کاری به کلمه کاتارسیس نداریم. این کلمه صرفاً توی این متن اومده و من تعریفش رو براتون جدا کردم و خواستم که در واقع شما بدونید این کلمه یعنی چی، که تصور بهتری داشته باشید، بتونید عمیق‌تر اون متنی رو که قراره با هم دیگه بررسی بکنیم رو درکش بکنید. قبل از اینکه متن رو ما با هم دیگه شروع کنیم بررسی بکنیم، چون خود متن در واقع یک مفهوم روانشناسی هستش و یه خورده پیچیده هم هست، اول ما اون رو به فارسی میخونیم که بتونیم در واقع یک تصوری داشته باشیم، بفهمیم که اصلا این متن در مورد چیه، که اون موقعی که حالا بررسیش میکنیم خیلی راحت تر برامون در واقع مفهوم بشه. تأثیر هنر بر وضعیت روانی عاطفی انسان. هنر تجربه عاطفی را شکل میدهد و بخش‌هایی از مغز را که مسئول همدلی هستند فعال می‌کند. هنر می‌تواند باعث کاتارسیس شود، پاکسازی، رهایی از طریق احساسات سرکوب شده. اما افراط در آثار سنگین اضطراب را افزایش می‌دهد. بنابراین هنر هم می‌تواند شفا دهد و هم زخم بزند. خب شروع کنیم متن اصلی رو بررسی بکنیم. Влияние искусства на психоэмоциональное состояние человека. влияние یعنی تأثیر. تأثیر هنر، تأثیر چه چیزی؟ تأثیر هنر.
ایسکوستوا خودش تو حالت نهادیش در پایان این کلمه حرف او رو ما داریم که این رفته توی پادیژ دو، یعنی در واقع تأثیر هنر، و اون او به آ تبدیل شده. ولیانی ایسکوستوا تأثیر هنر نا روی پسیخا اموسیونالنه، وضعیت ساستایانیه میشه وضعیت روانی و عاطفی. پسیخولوژیچسکی یعنی روانی، خب چیزی که به روان انسان مربوط میشه. اموتسیا میشه عاطفه، که این دوتا کلمه با هم دیگه ادغام شدن و شده روانی عاطفی. اگر توی عنوان اون متن یادتون باشه که همین الان دیدیم، اونجا نوشته بود که تأثیر هنر روی وضعیت روانی عاطفی، پسیخا اموسیونال نه. خب این دوتا کلمه با هم دیگه ادغام شدن و یک صفت خیلی قشنگ رو درست کرده، پسیخا اموسیونال نه. خب تأثیر روی چه چیزی؟ وقتی میخوایم بگیم تأثیر روی، یعنی در واقع از کلمه ولیانی استفاده بکنیم یا اصلا فعلش رو استفاده بکنیم که میشه پاولیات یا ولیات، باید از پادیژ 4 استفاده بکنیم. پاولیات ناشتو یا ناکاوو، روی چه چیزی یا روی چه کسی، که سستایانی یک کلمه در واقع خنثی هست و پادیژ 4ش با حالت نهادی خودش یکیه. وضعیت وقتی این تغییر نمیکنه، خب صفتش هم تغییر نمیکنه، پس همون پسیخا اموسیونال سستایانی باقی میمونه. اینجا هم از دوباره پادیژ 2، چرا که چیلویک مالکیت مالک در واقع وضعیت روانی عاطفیه، پس کلمه چیلویک میره توی پادیژ 2 و میشه چیلویکا. влияние искусства на психоэмоциональное состояние человека. خب искусство формирует эмоциональный опыт, активируя зоны мозга, отвечающие за эмпатию. هنر شکل میده، فرم میده تجربه عاطفی رو با فعال کردن بخش‌هایی از مغز که پاسخگوی همدلی هستند، که پاسخگو برای همدلی هستند. خب ایسکوستوا اینجا فاعله، معنی هنر رو میده. فعل بر اساس اون صرف میشه. формирует. Что формирует? Искусство формирует. Да? Искусство формирует что? پادیژ 4 از دوباره эмоциональный опыт، که این از دوباره یک مذکر بیجانه و وقتی میره توی پادیژ 4 خب هیچ تغییری نمیکنه، یعنی حالت نهادی کلمه opit که به معنی تجربه هست همینه، توی پادیژ 4ش هم باز همینه. وقتی این تغییر نمیکنه، پس قطعاً صفتش هم که به معنی در واقع عاطفی هست، اموسیونالنی، هیچ تغییری نمیکنه. خب اکتیویرویا یعنی با فعال کردن زونی، این مفردش میشه زونا یعنی ناحیه، بخش. با فعال کردن بخش هایی از مغز. خب کلمه موسک که وقتی میره توی پادیژ 2 میشه موزگا. توی کلمات در واقع توی پادیژ 2 کلمات مذکر مفرد آخرشون اضافه میشه. این کلمه هم به همین شکل، یعنی در واقع مغز مالک این ناحیه ها هستش، برای همین این میره توی پادیژ 2. خب отвечающий این در واقع حالت فعل صفتی هستش،
که این برمیگرده به کلمه زونی به معنی ناحیه ها. میبینید جمع پاسخگو هستن. خب отвечающие за یعنی отвечают за что پاسخگو هستن برای چه چیزی، بابت چه موضوعی. за эмпатию. امپاتیا یعنی همدلی، آخرش یا داره توی حالت نهادیش، رفته توی پادیژ 4 به خاطر اینکه ساختار پاسخگو بودن بابت یک چیزی برای یک چیزی به این صورت هست: اتویچات به علاوه زا به علاوه پادیژ 4. خب که اینجا کلمه امپاتیا یک مؤنث بیجان هست. مفردای مؤنث میدونیم که توی پادیژ 4 تغییر میکنن، یعنی در واقع تنها بیجان هایی که توی پادیژ 4 تغییر میکنن مفرد مؤنث هست که آخرشون آ و یا داشته باشن. اونایی هم که آخرشون میخکیزناک دارن که اصلا تغییر نمیکنن. ما داریم الان در مورد بیجان ها میگیم. خب در ادامه оно способно вызывать катарсис, очищение через подавление чувства. یه بار دیگه оно способно вызывать катарсис, очищение через подавление чувства. اصلا از اول یه بار بخونیم. Искусство формирует эмоциональный опыт, активируя зоны мозга, отвечающие за эмпатию. Она способна вызывать катарсис, очищение через подавление чувства. خب оно это что? Искусство. Способна یعنی قابلیت رو داره، اون توانایی رو داره، قابلیت رو داره. Способна حالت خنثی داره، چرا که کلمه искусство یه خنثیه، ضمیرش هم قطعا خنثیه که الان جایگزین اون شده. او قابلیت رو داره که باعث بشه. ویزیوات یعنی باعث شدن، باعث کاتارسیس، باعث در واقع به وجود اومدن کاتارسیس بشه. همون مفهومی که قبل از شروع تجزیه تحلیل متن خوندیم اینجا ازش استفاده شده. خب یعنی میگه هنر میتونه بخشی از مغز رو فعال بکنه که اون بخش مربوط به همدلیه و این روند میتونه باعث این بشه که خودش در واقع کاتارسیس رو به وجود بیاره. حالا اینجا خط تیره گذاشته که کاتارسیس یعنی چی، یک توضیح کوتاهی در موردش داده. آچیشنیه یعنی پاکسازی، چریس از طریق، پاداولینیه یعنی سرکوب شده، چوستوا احساسات سرکوب شده. چوستوا میدونیم که این و خونده نمیشه، احساسات اگر یه دونه باشه میشه چوستوا، در نهایت به یک شکل خونده میشه. ادنو چوستوا یعنی یه حس، اگرم جمعش رو بخوایم بگیم باز میگیم چوستوا، یعنی در دوتا حالت گفتاری یه شکله. این حالت خیلی توی روسی به وجود میاد با کلمات خنثی، چون به هر حال توی حالت مفردش که او داره آخرش تکیه روی او نیست، پس او در هر صورت آ خونده میشه، پس دوتاش یکی میشه. پاداولینی یعنی سرکوب شده. خب بعد از اولش رو من بگم. ویزیوات شتو کاوو باعث چه چیزی و چه کسی شدن. بعد از این فعل ویزیوات از پادیژ 4 استفاده میکنیم. خب کاتارسیس یک مذکر بیجانه، توی حالت نهادیش همینه، توی پادیژ 4ش هم توی پادیژ 4ش هم باز همینه. حالا کاتارسیس یعنی چی؟ یعنی آچیشنی، پاکسازی، چریس از طریق. بعد از این کلمه چریس ما بعد از پادیژ 4 استفاده کنیم. پاداولینی چوستوا. خب پاداولینی چوستوا توی حالت نهادی خودش هم همینه، چرا که این کلن کلمه چوستوا یعنی حس
که رفته جمع شده و شده چوستوا، از دوباره همون توضیحی که دادم یکسان گفته میشه، این کلن خنثاه. خنثا هم بیجانن دیگه، تغییر نمیکنن توی پدیده 4. پس وقتی این تغییر نمیکنه، وابستش هم تغییر نمیکنه، پس همون میمونه. پاکسازی از طریق احساسات سرکوب شده. خب однако чрезмерное увлечение тяжелыми произведениями усиливает тревожность. خب однако یعنی اما، увлечение یعنی در واقع جذب شدن، مشغول شدن به چیزی، علاقه‌مند شدن به چیزی. چریزمیرنه یعنی بیش از حد، این یه صفته. خب اوولیچینیه که یعنی همون جذب شده، مثلا یا اوولیکایوس موزیکایی، من علاقه‌مند هستم به موسیقی. بعد از اوولیچینیه یا فعلش که اوولیکاتسا باشه، ما از پدیده 5 استفاده میکنیم. اما بیش از حد علاقه‌مند شدن، جذب شدن به تیژولمی پرایزویدینیمی، آثار سنگین، آثار منظور تیژولی یعنی سنگین، اما توی این متن میتونه معنی عمیق رو بده. خب پس اینجوری شد. اما علاقه‌مند شدن، جذب شدن بیش از حد به آثار پرایزویدینیا یعنی اثر، پرایزویدینیا خب یعنی آثار، که رفته توی پدیده 5. چرا؟ به خاطر اوولیچینیه که گفتیم اوولیکاتسا چیم و کیم. خب برای همین پرایزویدینیا شده پرایزویدینیمی. وقتی این تغییر میکنه میره تو پدیده 5، صفتش هم باهاش قطعاً که وابستشه میاد تو پدیده 5. پس اما علاقه‌مند شدن بیش از حد به آثار سنگین یا عمیق، усиливает тревожность، استراب رو تقویت میکنه. فعل усиливать یا усилить که خوندیم، قوی کردن، از کلمه سیلا میاد که قدرت معنی میده. استراب رو در واقع افزایش میده، استراب رو تقویت میکنه. خب اینجا هم باز پدیده 4 استفاده شده دیگه، тревожность. خب گفتیم که توی پدیده 4 فقط مؤنث هایی تغییر میکنن که آخرشون آ یا باشه. قبلش گفتم که اونایی که میاخکیزناک دارن تغییر نمیکنن. тревожность یک کلمه مؤنثه، اما توی پدیده 4 تغییری نمیکنه. پس اینجوری شد. Однако чрезмерное увлечение тяжелыми произведениями усиливает тревожность. اما علاقه‌مند شدن بیش از حد به آثار سنگین استراب رو تقویت میکنه، قوی میکنه، بالا میبره. خب در ادامه таким образом искусство может как исцелять, так и ранить. به این صورت هنر میتونه هم شفا بده و هم زخم بکنه. این ساختار کاک و بعدش تاک توی فارسی به این حالت ترجمه میشه، هم نقطه چین هم نقطه چین. اوکی؟ یعنی هم شفا میده هم زخم میکنه. این کاک، اون فعل رو استفاده میکنیم، بعد میگیم تاک و بعدش هم ای حتما باید بذاریم. کاک ایسیلات تاکی رانیت. اوکی؟ خب تاکیم اوبرازم یعنی به این صورت. این یک حالت عبارت ثابته. درسته که توش پدیده 5 گنجونده شده، اما پدیده 5ش دیگه نیازی به بررسی نداره، چون خودش یک عبارت ثابته، همیشه همین شکله. یعنی وقتی ما میخوایم بگیم به این صورت، در این حالت، میگیم تاکیم اوبرازم. تاکیم اوبرازم یعنی حتی پدیده 5 رو میشه گفت
از یک زاویه دیگه اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم نیازی نبود که من اینجا ذکر بکنم، چرا که این همیشه به همین صورته. تاکیم obrazem. به این صورت در این حالت ایسکوستوا، هنر میتونه هم شفا بده کاک ایتسیلیت تاکی رانیت. اینجا هم دیگه هیچ پادیج دیگه استفاده نشده. هم میتونه سیلیت یعنی شفا دادن و هم میتونه زخمی بکنه که این حالت NSV است، این هم حالت NSV است. حالت SV این میشه سیلیت، حالت SV این هم میشه پارانیت. و اما مهمترین قسمت هر کلاسی که من همیشه این خطش اینجوری شد که من همیشه میگم، روخانی از روی متنه. یعنی شما این کار رو باید چندین بار تکرار بکنید. با من با صدای بلند حتما بخونید و سعی کنید این داستان رو، این متن رو، این چیزی رو، این اطلاعاتی رو که به دست آوردید برای یک نفر اگر ارتباط دارید با کسی که روس زبان هست براش بازگو کنید، براش بگید که من یه متن خیلی جالبی رو در مورد موضوع روانشناسی خوندم و موضوعش این بود که هنر مثلا میتونه همچین تأثیراتی رو روی شخص بذاره، هم میتونه زخمی بکنه روحیه اون شخص رو و هم میتونه در واقع اون رو شفا بده. من یه موضوعی رو مثلا خوندم که در مورد کاتارسیس بود. خب که کاتارسیس مثلا اون از شما میپرسه что такое کاتارسیس، شما بهش میگید کاتارسیس это очищение через подавленные чувства. مثلا توضیح میدید که искусство может по-разному повлиять на психику человека, может негативно повлиять, может позитивно повлиять. برای اون شخص توضیح میدید que я прочитал очень интересную тему про катарсис, про искусство, как оно влияет на психоэмоциональное состояние человека و غیره. این موضوع رو در واقع میتونید توضیح بدید. میتونید مثلا بگید که чрезмерное увлечение, да, вот когда человек чересчур увлекается тяжелыми произведениями, это плохо на него влияет. میتونید کلمه ها رو عوض بکنید. وقتی یه نفر بیش از حد در واقع جذب آثار سنگین میشه، این روش تاثیر منفی میذاره. به جای اینکه بگید усиливает тревожность میتونید بگید که негативно влияет، تأثیر منفی میذاره. خب یعنی در واقع میتونید متن رو پریفرازیروات بکنید، دگرگونش کنید و اون رو بازگو بکنید برای اگر شخصی هست که باهاش صحبت بکنید. اگر هم نیست تصور کنید که یک شخصی روبروی شما هست و برای اون شخص بازگو کنید. خب شروع کنیم. Влияние искусства на психоэмоциональное состояние человека. Искусство формирует эмоциональный опыт, активируя зоны мозга, отвечающие за эмпатию. Оно способно вызывать катарсис, очищение через подавленные чувства. Однако чрезмерное увлечение тяжелыми произведениями усиливает тревожность. Таким образом, искусство может как исцелять, так и ранить. خب دوستان این کلاس تموم شد. امیدوارم که پسندتون بوده باشه. حتما با لایک و نظرتون حمایت بکنید. حالا هر نظری که دارید توی بخش دیدگاه ها برای من بنویسید. اگر پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، من حتما میخونم و خیلی هم خوشحال میشم. خب تا ویدیو بعدی، خدا حافظتون.